با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار پنجم. در نوقان به توسط آشنایانش، زیرا خودش تا آن وقت کار افتاده صدخوران نشده بود و با آنها شناسایی نداشت، علی نظری صراف نامی را که با سودی نه آنقدر زیاد به محتاجان قرض می داده است یافته، او را به گروی یک چند جریب زمین به دادن قرض راضی کرد. سودخور می بایست به باج آمده قطعه های زمینی گروی را اندازه گرفته، ثانیاً همراه شاعر پیش قاضی رفته با مهری وی از زبانی طالب قرض وثیقه رسمی می گرفت. صراف به زودی نآمد. فردوسی یک چند روزی که منتظر آمدن وی بود، یک سطر هم نوشته نتوانست. درباره خودسری و بیدادی حاکمان فکر می کرد. چرا آنها اینقدر از عدالت دورند؟ چرا از خدا نترسیده در حق رعیتها چنین جبر و ستم را روا می دارند؟ کی به آنها می فهماند که آخر کارداریشان کارداری دیوان است، نه آدمیان؟ شاعر از قصه های شاهنامه می دانست و باور داشت که در قدیم شاهان حاکمانی دادگر و فقرا پرور بودند که هرگیز کژی و کاستی نمی کرده و به زیر دستان آزار نمی رساندند. چرا شاهان حاکمان این زمان از آن گذشتگان عبرت نمی گیرند، برای آنها نمی روند؟ به سری شاعر فکری آمد و او آن فکر را به عمل آوردنی شده فوراً به علی دیلمی خوشنویس کس فرستاد. خوشنویس بیگاهی روزی دیگر در حجره فردوسی حاضر گشت. شاعر یک تخت کاغذ و دوات و قلم را با یک قبضه دستنویس خودش پیش او گذاشته، از دستنویس یک چند صحیفه را نشان داده خواهش کرد که وی آن صحیفه ها را هرچی نقصتر و خاناتر رونویس کند. بعضی سطرها را اشاره مانده تعیین کرد که برنگی سرخ نویسد. یکی از دو دوات شاعر سیاهی سرخ داشت. سرلوحه یک منظومه دستنویس شاعر اندرزنامه نوشتنی بهرامی گور به کارگزاران خود بود. سرلوحه دیگرش نامه نوشتنی نوشیروان به کارداران درباره دادگستری. خوشنویس بعد از خوراک شام سری کاغذ و قلم نشسته تا بانگ خروسان پاک نویسی هر دو منظومه را به آخر رساند. پگاهی دیگر فردوسی ورقها را لوله پیچ کرده با خودی علی دیلمی به دارالحکومه توس به نام حاکم فرستاد. حاکم عبدالقادر میهران خود از سراسکران سابق والی خراسان، مردی به فرمان فرمایی عادت کرده، تندخو و کم فضل، تنپرور و عشرت دوستی بود. سوادی ابتدایی داشت. از کتابها فقط سیرت ابو زید
سرگذشت و کارنامه‌های پهلوانی افسانوی عرب را می‌خواند و خلاص. در حکومت او بارگاهی قصری دارالحکومه در درون قلعه به عشرتخانه مانند گشته بود. مهران در صوفه پیشگاه بالای یک چند قبط یک اندازی اطلس و بخمل به لوله بالشت‌ها تکیه کرده می نشست و در همین حالت عملداران و دیگر اهل حاجت را قبول می نمود. دو نوجوانی خوشصورتی زرین کمر در خدمتش حاضر می بودند. یکی هر دم به وی از کوزچه نقرگین به جامی بلورین می ریخته می داد، دیگری پایش را می مالید و برایش قلیان حاضر می کرد. گاه گاه کف به کف می زد و آنگاه مردی پستکی کوسه‌ای دست درازی با بشره‌ای پر آجینگ پیدا می گردید و با امری حاکم 2-3 نفر دختران را که کنیزکانش بودند همراهی تنبوری و دایره دست می آورد. دخترانی صاحب جمال پیراهنی حریری شفاف بر تن به ساز موسیقی برقص می در آمدند یا که سازنده و سرایندگان در آمده با سرود و نغمه شان طبع حاکم را خوش می کردند. وکیل مالیات ابو ابراهیم به حاکم نیم مست رفت جمع‌آوری خراج را عرض می نمود. منشی پیر نامه لوله پیچ در دست وارد شد. نامه از فردوسی شاعر صاحب. مهران لوله را گرفته باز کرده ستونهای نظم را دید. این چیست؟ کاغذ را به دست ابو ابراهیم داد. وکیل سرلوحه منظومه ها و یک چند سطری آنها را شنوا خوانده گفت: به گمان از داستانهایش پاره به صاحب هدیه فرستاده است. هدیه؟ به چی مقصد؟ بخوانیم شاید مقصدش معلوم شود. کو بخوان؟ منظومه ها همان نوشته هایی بودند که خواننده شاهنامه در آن کتاب می یابد. در آنها انوشیروان و بهرامی گور عملدارانی مملکت را به خدا ترسی و دادگستری دعوت کرده و می فرمایند که بی هیچ وجه از اهالی زیاده از مقررات باج و خراج نستانند و حتی به بیچاره و بینوایان از خزینه کمک رسانند، حتی قرضی رعیت‌هایی از ادای قرض عاجز را از خزینه بدهند. بکوشید تا رنج‌ها کم کنید، دلی غمگینان شاد و خرم کنید. نوشته بود فردوسی در یک منظومه. نوشیروان باشد علاوه بر این در وجه خراج به مردم بیدادی و ستمگری کنندگان را قطع نظر از مقام و مرتبه شان بازنده بدار کشیدن و میانشان را با اره تیز بریدن می ترساند و می گوید: به بیدادگر مرمرا مهر نیست، پلنگ و جفا پیش مردم یکیست. ابو ابراهیم به خواندن سر کرد. خوانده روان در سطرهای سرخ تأملی می کرد و آنها را به مهران نشان می داد. آن سطرها بیتهایی بودند که شاعر می خواست مخصوصاً به آنها دقت حاکم را جلب نماید. چرا سرخ نوشته است؟ پرسید مهران. به گمان می خواسته است که حاکم صاحب این بیتها را از یاد بکنند. با استهزای نهانی جواب داد وکیل که اکثر وقت در دلش
به بی‌فضلی و کمفراستی حاکم می‌خندید. او خود اصلاً از خراج فوق العاده ناراضی بود، ولی مهران به استهزای او پی نبرده باز پرسید: از یاد کردن چی لازم بوده است؟ من چی دانم صاحب؟ خود را به گولی زد وکیل و اضافه کرد: همین قدرش معلوم است که در این بیتها پند هست. چی؟ وی می خواهد ما را پند آموزد؟ در داستانهای فردوسی پند و حکمت بسیار است صاحب. چی عجب اگر او خواهد که آن پند و حکمتها را هرچی بسیارتر مردمان بدانند. مهران مثل اینکه گفتاری وکیل را ناخالصانه یافته به رموز آن پی برده باشد، ابرو کج کرده به وی علا نظر انداخت. یعنی حاکمان هم بدانند و پند بگیرند؟ یعنی او ما را نادان می شمارد؟ صاحب به دانایی و خردمندی در شمار فریدان روزگارند و به عقیده بنده فرستادن فردوسی این منظومه را به صاحب از آن سبب بوده است که وی حاکم صاحب را نادان می پنداشته باشد. خوش آمدی چاپلوسانه مانند همیشه به حاکم فارید. وی با لحنی نرمتر گفت: درباره این شاعر چیزهایی شنیده ایم. تو هم البته شنیده ای. شیخ ابوالقاسم او را به رازفی عیب کردند. رازفی؟ می‌خواستید رافیزی بگویید. رافیزی من به این چیزها بلد نیستم. علما می‌دانند. باز آن شاعر را قرمطی فلسفی گفتند. معنی این چیست؟ بدعت است صاحب، خلاف دین اسلام. اما فردوسی از بدعتکاران نیست. شاعر است، داستان نویس است. داستان می نویسد. برای چی؟ برای مردمان البته. مردمان می خوانند یا که در مجلس و معرکه ها به قاریان خواننده می شنوند. ذوق می برند، خوشحال می شوند. چگونه داستان ها می نویسد؟ از فکری خودش می برارد؟ سیر الملوک را نظم می کند. این یعنی چیست؟ تو فهماتر بگو. من به این سیر و پیرها بلد نیستم. تاریخ عجم، کاری شاهان و پهلوانانی باستانی. تاریخ او اینها را از کجا می داند؟ از کتاب ها؟ باید از کتاب ها باشد. من نپرسیدم، نمی دانم. وکیل خود را به نادانی زد تا که این پرسش و پاسخی برایش ناخوش را کوتاه کند. رایگان می نویسد؟ از پرسیدن باز نایستاد مهران. یا کسی به این کاری او مزد می دهد؟ این هم به من معلوم نیست صاحب. نپرسیدم. کس فرست بیاید به ما بگوید از فرستادن این اشعار مقصدش چیست؟ مقصدش معلوم است صاحب. خراج را که صاحب فرمودند از رعیت ها بستانیم او ناحق می داند. پس چرا عرض نکرد؟ عریضه نفرستاد و این اشعار را فرستاد؟ با یک چند موی سفید از جانب اهالی باش به عرض آمده بود. صاحب قبول ایشان را لازم ندانستند. دولت چیست؟
وقتی که نوکری وکیل مالیات به باش آمده فردوسی را به نزد حاکم بردنی شد، شاعر حیران نشد. باعث دعوت تنها اندرزنامه‌های بهرامی گور و نوشیروان بوده می توانست. مهران سازنده و سرایندگانش را رها و از دست ساقی جوان جام شراب را گرفته خالی کرد و به پردهدار رخصت داد شاعر را درآورد. وی به سلام فردوسی با وقاری سپاهانه علیک گرفته بیایید بنشینید گفت. والا نسب و دانشور بودن فردوسی را به وی گفته بودند، بنابراین از درشتی کردن با وی خودداری می نمود. شاعر در رو بروی حاکم نشست. شما شاعری؟ عالم هم هستی؟ فردوسی جواب نداده به زمین نگریست. تاریخ ها را نظم می کنید؟ بله گفت شاعر. برای کی نظم می کنید؟ سیله کی می دهد؟ هیچ کس. پس رایگان می نویسید؟ شاعر به این سؤال هم جواب نداده سکوت کرد. مهران از طی باریشت نامه را برآورد. شما این اشعار را به چی مقصد به ما فرستادید؟ خواستم آگاهی دهم که در قدیم شاهان و حاکمان دادگر بودند، بر رعیت‌ها جبر و ستم را روا نمی دیدند. جواب گفت فردوسی. این را ما هم می دانیم. خواستید ما را پند خوانید، تعلیم دهید. کارهای نیکان رادمردان گذشته همه پند است برای پسایندگان. مهران قرار داد که شاعر گستاخ را یک قدر ترسانیده دمش را پستر کرده ماند. میگویند که قرمطی ها، فلسفی ها به مردمان پند خواندن را دوست می دارند. با کنایه گفت او. من با آن طایفه مصاحب نشدم، گرچندی که حتی از آنها هم اگر پندی سودمندی داشته باشند به شنیدن حاضرم. مصاحب نشده اید؟ بلکه خودتان به مصاحبت آنها هم قرمطی و فلسفی شده باشیده؟ به ما همین گونه خبر رسید. همچنین شما را زردشتی سری است میگویند. هم قرمطی، هم فلسفی، هم زردشتی؟ لبخند کرد فردوسی. این 3 بار به یک دوش گرانی می کند، ولی من نه آنم، نه این و نه دیگر. من مسلمانی مؤمن و معتقدم. حاکم نرمتر شده سؤال داد. این قرمطیگی و فلسفیگری خود چیست؟ چگونه مذهب ها؟ باز اسماعیلیه می گویند؟ من این مذهب ها را بررسی نکردم، از حقیقت آنها آگاه نیستم گفت شاعر. زیرا در این موضوع ها با حاکم بحث کردن نمیخواست، حالان که از حقیقت بدعت ها به خوبی آگاه بود. رساله های اخوان و صفا را خوانده بود، ولی قبول نمی کرد یا به قول معاصر جوان وی ابو علی ابن سینا گوییم دلش به آنها قرار نمی گرفت. مهران ورق گرداند، به سری خراج آمد. شما از خراج ناراضی هستید؟ و شما چقدر انداختند؟ این خراج فوق العاده نهایت گران و تماما ناحق است
گفت فردوسی. رعیت‌ها را به خانه بردوشی می کشد. مهران چین به جبین آورد. نمی کشد، می بردارند. چی مگر من خراج را برای خودم می ستانم؟ کاری پادشاهی است. امری سپهسالار بود. به سپهسالار فرمان از پادشاه رسیده است. جنگ در پیش بوده است. اما آنچه حالا ستانیده می شود از خراج سال آینده کم کرده خواهد شد. پس از آن که مردمان خانه بردوش شده پریشان گشتند و دهکده ها خالی ماندند، خراجشان خواه کم شود و خواه نشود تفاوت ندارد صاحب. حاکم به غضب آمد. شما در کجا و پیشی کی نشسته اید؟ در دارالحکومه پیشی والی ولایت نشسته اید. سخن را دانسته گویید خواجه. دانسته می گویم، جواب داد فردوسی. این جسارت است. از حد خود نگذرید. شنیده بودم که شاعران و عالمان سخن را سنجیده می گویند. مگر غلط شنیده باشم؟ از اندک زیاد شدن خراج که از روی ضرورت است هیچ کس نمرده است. آنچه در اینجا گفتید در بین مردمان نگویید که شور و بلوا می انگیزید. شور و بلوا اکنون هم برخاسته است. آن را خراج ناحق می انگیزد. به شما چقدر انداختند؟ فردوسی مقدار خراج انداخته شده را گفت. از ناعلاجی بود. فرمانی سپهسالار بود، تکرار کرد مهران. او را جنگ در پیش است. اما آنچه حالا ستانیده می شود از خراج سال آینده کم کرده خواهد شد. شما خراج را پرداختید؟ از سودخور به فایده 4% قرض برداشتم و پرداختم. خوب، ما خراج را از شما کم می کنیم. با چه اندیشه‌ای یک باره به انصاف آمد حاکم؟ شاید از آن می اندیشید که مبادا شاعر او را حجو کند، زیرا نه یک بار و دو بار دیده یا شنیده بود که چطور بعضی صاحب منصبان یا توانگران که با شاعران بدمعاملگی کردند حجو آنها شده مسخره و بدنام گردیده بودند. ما به وکیل می فرماییم، سخنش را دوام داد حاکم، نصف خراج ستانیده شده را به شما پس بدهد. گمان می کنم که بقیه آن برای شما چندان گران نخواهد بود. به صاحب سپاس می گذارم، گفت شاعر. اما می خواستم بدانم که آیا این عدالت به همه خراج گزاران است یا فقط به من؟ الان سخن درباره شماست، جواب داد حاکم. اعتقادی من بر آن است که، گفت فردوسی، اگر ستم به چندین کس رفته باشد و عدالت تنها به یکی از آنها کرده شود، آن را عدالت نمی توان گفت. نمی توان گفت؟ عدالت به یک نفر عدالت نیست؟ با لحنی تند سوال داد مهران. عدالت حقیقی آن است که از وی همه جبر دیدگان بهره بردارند، جواب گرداند شاعر و علاوه کرد. از این گذشته این عدالتی شما که به من می کنید البته باری خراج مرا سبکتر می کند، ولی باری گرانی ملامت بر من می نهد. ملامت از جانب جبر دیدگانی دیگر. آخر آنها چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که فردوسی شاید به حاکم رشوه داده یا حتی او را جادو کرده باشد که خراجش را کم کنند. این مگر نه فقط به شأن من بلکه به شأن شما هم اهانت نمی شوند؟ معذور دارید، من این عدالتی شما را قبول کردن نمی توانم. شاعر می دید که حاکم درماند و نمی داند که چی جواب گوید.
وعظ شیخ ابوالقاسم. در صحن مسجد آدینه تابیران بعد از نماز شیخ بزرگ ابوالقاسم به جماعت وعظ می گفت. او با جوش و جذبه قرمطیان و اسماعیلیان را مرتد و کافر خواند. رخنه کنندگان دین محمدی نامید، لعنتشان فرستاد و مسلمانان را از مصاحبت و معاشرت ایشان در حذر و از شنیدن سخن آنان منع کرد. نیم قرن از این مقدم نطاقی می کرد او. پادشاه اسلام نوح ابن نصر سامانی در سراسر کشور قرمطیان را قتل عام نمود، ولی عده از آن بدکیشان توانستند در گوشه و کنارها پنهان شده از تیغ کافرکشی آن پادشاه جان به سلامت برند. ایشان باز همچون مار و کژدم‌ها از سوراخ و کاواک‌هاشان بیرون خزیده کم کم به مسلمانان زهر بدعتشان را زدن گرفتند. آنها مخفی شده‌اند، در خفیه تعلیمات و تصنیفات شأن خیش را انتشار می دهند. سپس شیخ مومنان را آگاهی داد که بعضی اشعار شاعران سست اعتقاد، بعضی مجازات و استعارات و قصه و حکایت آنان نیست سبب قوت گرفتن کفر و بدعت می شوند. چنانچه این وقتها در محافل و معارک قرائت قصه های از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی رسم شده است و حالان که این شاعر در آن قصه ها مردم زمان جاهلیه را، آتش پرستان را، مجوسان و گبران را وصف می کند. مؤمن و مسلمان هرگز نباید آن قصه ها را بخوانند و یا قرائت آنها را بشنوند و هاکذا و مانند اینها. شما گفتار پنجم را از روی رمن استاد ساتم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.